ستایش خداوندی را که با مهر عالمتاب هستی را روشن نموده است و با نور قرآن قلبها را منور ساخته. و درود و پیام معطر بر هادی بشر پیامبر سرور، رحمت عالمیان و خاتم پیامبران محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. و بعد، السلام علیکم دوستان ارجمند. به حقیقت از آن نفس‌هایی که انسان با قرآن سپری می کند نفسی خوشتر نیست و از آن بهره‌هایی که از سفره معانی آن نصیبش می گردد هیچ بهره برتر نیست. بنابراین بیایید با هم چند لحظه در سفره قرآن باشیم. بیایید با هم ببینیم که قرآن چه حقیقت دارد، این کتاب چه ماهیت دارد، چه مقام و منزلت دارد. بیایید وصف قرآن را در خود قرآن ببینیم. خداوند عزوجل در سوره جاثیه کلام پربرکتش را در آیه‌ای که در لفظ همگی عبارت از یک سطر است به 3 وصف بزرگ توصیف نموده فرموده است: هذا بصائر للناس و هدى و رحمة لقوم یوقنون. این قرآن وسیله بینا شدن قلب‌های آدمان و هدایت و رحمت برای کسانی است که یقین دارند. قرآن نور قلب هاست. کلمه بصائر شکل جمع بصیرت است. این کلمه در قرآن در 5 موضع در سوره های انعام، اعراف، اسراء، قصص و اینجا در سوره جاثیه ذکر گشته است. به استثنای سوره اسراء که این کلمه وصف معجزه های کلیم الله موسی علیه السلام است، بقیه 4 موضع همچون وصف قرآن ذکر گشته است. قرآن بصیرت هاست. قرآن نور قلب هاست. بصیرت را همان گونه که دانشمندان، قرآن شناسان، مفسران معنی داد کرده اند، حس باطنی و قوه عقلی است که انسان توسط آن حقیقت اشیاء را همان گونه که هست می شناسد. تعریف این کلمه در مفردات راغب اصفهانی، تعریفات گرگانی و اینچنین مفسران، مفسر بزرگوار امام ابن جریر طبری و مفسر نازکبین علامه طاهر ابن عاشور این کلمه را به این معنی داد کردند. پس قلب ها نیز باید ببینند. چشم دل نیز باید قدرت دیدن داشته باشد. چشم سر برای دیدن اشیای ظاهری است، ولی چشم قلب برای دیدن اشیای معنوی. چشم سر نقش این و آن بیند، آنچه سر است چشم جان بیند، گفته از حکیم سنایی. مقدم الشعراء استاد رودکی نیز ما را برای دیدن با چشم قلب دعوت کرده فرموده است: به چشم دلت دید باید جهان، که چشم سری تو نبیند نهان. همون گونه که خداوند عزوجل با لطف و رحمتش برای عالم هستی آفتاب عالمتاب آفریده است، برای عالم باطنی انسانها نور وحی نازل نموده است. همه به این حقیقت یقین داریم که برای دیدن با چشم سر 2 شرط وجود دارد. شرط اول این که چشم باید سالم باشد، در چشم علتی نباشد. شرط دوم این که روشنی وجود داشته باشد، روشنی آفتاب یا چراغ. اگر این 2 شرط یا یکی از این 2 موجود نباشد، چشم ما قدرت دیدن ندارد، چشم ما نمی بیند. عیناً به همین قیاس برای دیدن چشم قلب ما، برای بینا بودن عقل ما 2 شرط وجود دارد. یکی این که عقل باید سالم باشد، دیگر این که آنجا وحی روشنی داده باشد، نور وحی آنجا روشنی دهد. یکی روشنی دهد، کمک کند، دیگری ببیند. وگرنه عقل ذکی و ذهن گرا کافی نیست که انسان حقیقت را شناسد. چه بسا زیرکان زیادی هستند که از شناخت حقیقت ها محرومند. پس بصیرت به تعبیری معروف در ادبیات فارسی تاجیکی خود همون چشم دل و چشم جان است که انسان به داشتن آن
حق را از باطل، نیک را از بد، زشت را از خوب جدا کرده می تواند. و اگر این بینایی، این قوه بصیرت در او نباشد، در شناخت حقیقت ها، حقیقت اشیاء اشتباه می کند، آنها را خطا می شناسد، خطا می پندارد، خطا اعتقاد می کند. حق را باطل پنداشتن بعضی کسان، نیکی را بدی گمان کردنشان، زشتی ها را زیبا گمان کردن آنها از نابینایی قلبهایشان منشأ می گیرد. بنابراین بدایت هدایت این است که انسان چشمی قلبش بینا باشد، انسان صاحب بصیرت باشد، حقیقت بین باشد. و چون انسان صاحب بصیرت گردد، چشم قلبش بینا گردد، چیزهای را می‌بیند که به چشم سر امکان دیدن ندارد. قومی که بر براق بصیرت سفر کنند، بی ابر و بی غبار در آن مه نظر کنند. معیار همین است. انسان هر قدر با قرآن آشنا باشد، از نور قرآن بیشتر بهره‌مند گشته باشد، نگاه قلب او تیزتر است، چشم جان او بیناتر است. و در عکس حال هر اندازه از قرآن غافل باشد، به هر مقداری که از قرآن دورتر باشد، چشم قلبش نابیناتر است و البته جانش در خطر است. این عالم باطنی انسان عالمی است وسیع‌تر، جدی‌تر، مهمتر از عالم ظاهر. و البته روشنسازی این عالم مهمتر و ضرورتر از روشنسازی کاخ‌ها و خانه هاست. آنچه در عالم نگنجد آدم است، آنچه در آدم بگنجد عالم است. تن آدمی شریف است به جان آدمیت. مقام و منزلت انسان نیز به داشتن همین خصوصیت است، وابسته به بینا بودن چشم اوست. اگر تاریک دل باشی مقامت در زمین باشد، اگر روشن روان کردی مقر اوج سما یابی. بنابراین قوه عقل و قوه ذهن می باید با نور وحی قرین باشد. یکی کمک می کند، روشنی می بخشد، دیگری می بیند. انسان چیزهای ظاهری را بهتر و زودتر از چیزهای معنوی درک می کند. بنابراین اگر خواهیم حالت شخصی را که بصیرت ندارد، قلبش از نور قرآن بهره‌مند نگشته است، اگر خواهیم تصور نماییم، در ذهنمان نابینای را تصور کنیم که در راه پرتلاطمی قرار دارد، که اونجا خطرهاست و اونجا خودروهای زیاد است. در دست نه عصای دارد، در پهلویش نه دستیاری. دوستان عزیز، خطر نابینایی قلب از خطر حال چنین نابینا بیشتر است. اگر سوال شود که چرا اینجا خداوند به شکل جمع هذا بصائر گفته، نه به شکل مفرد؟ این قرآن بصیرت است نگفته، بلکه بصیرت هاست، چون این تعبیر آمده. مفسران نکته سنج به این سوال ما جواب گفتند زیرا در قرآن نه تنها یک نوع بصیرت، بلکه بصیرت ها و هدایت هاست. کلام حق انسان را در امور اعتقادی، در امور اخلاقی، در امور اجتماعی، در مسائل عائلوی، در امور داد و گرفت مالی، در همه ساحه های حیات، در همه میدانی که قدم می نهد، برای او بصیرت ها و هدایت ها عطا می کند. چشم او را در هر میدانی که قدم نهد بینا می سازد. چون این نفر در هر میدان حق را از باطل، نیک را از بد جدا کرده می تواند. اگر چشم دل نابینا باشد، بینا بودن چشم سر چندان نفع ندارد. خداوند از قومی که از هدایت او رو برتافتند نقل نموده فرمود: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. به حقیقت نه چشمهای آنان بلکه قلبهایی که در سینه دارند نابیناست. شاعر حکیم ابوالفراس همدانی هم در این معنا گفته:
لعمرك ما الابصار تنفع اهلها اذا لم يكن للمبصرین بصائر. سوگند که اگر چشم دل بینا نباشد، چشم سر به صاحبش چندان فایده ندارد. چون انسان از قرآن و از نور قرآن صاحب بصیرت می گردد، زینه دیگر در بندگی این است که نیاز به راهنمایی دارد تا طبق فرموده های او عمر به سر برد. بنابراین خداوند کلامش را وصف دوم نموده در این آیه فرمود و هدی، هذا بصائر للناس و هدی. این قرآن هدایت و راهنمای انسان است. راهی که قرآن انسان را هدایت می کند، راهنمایی می کند، راهی ساخته و ایجاد کرده شخصی زمینی نیست، بلکه رسم و آیین، بلکه تعلیمات آفریدگار عالم و آدم است که برای آفریدهش از لطف و رحمتش عطا نموده است. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. به حقیقت همانا بیشک این قرآن برای راهنمایی می کند که راستترین مستقیمترین راه است. وقتا انسان با برکت قرآن قلبش صاحب بصیرت می گردد، از نور قرآن چشم قلبش بینا می گردد و هدایت های قرآنی را پذیرفته طبق آن عمر به سر می برد، نتیجه و ثمرش سرفرازی به رحمت خداوند است. بنابراین خداوند کلامش را وصف سوم نموده فرمود و رحمه، هذا بصائر للناس و هدی و رحمه. این قرآن رحمت است. بزرگترین مظهر لطف و رحمت خداوند این نعمت وحی نزول قرآن است که عقلها را از افکار غلط شفا بخشید، قلبها را از عدم بصیرت دوا کرد و نفسها را از حسرت و حیرت، از تاریکی های جهالت به نور و رحمت و هدایت آورد. اما این صاحب بصیرت شدن از نور قرآن، بهره‌مند شدن از هدایت های آن، سرفراز شدن به رحمت خداوند در آخرت نصیب چه کسانی است؟ این آیت با این کوتاهی به این سوال نیز جواب گفته است. کلمات آخری این آیت جواب این سوال است. لقوم یوقنون. این قرآن بصیرت برای مردمان و هدایت و رحمت برای کسانی است که یقین دارند، برای کسانی که به این کتاب ایمان استوار دارند، در عقلشان، در قلبشان هیچ شک و شبهه‌ای نسبت این کتاب وجود ندارد. آن را آخرین پیام پروردگارشان می‌دانند، آن را بهترین و کاملترین دستور زندگی پذیرفته‌اند. چنین کسان از نعمت قرآن، از برکت قرآن، از نور قرآن بهره‌مند می‌گردند. قرآن برای آنان بصیرت است، هدایت است، رحمت است. لقوم یوقنون. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات یهدیهم ربهم بإیمانهم. ایمان آنها، یقین آنها نسبت این کتاب سبب گشت که خداوند آنها را در راه هدایت استوارتر سازد و آنها را به طاعتهای دیگر هدایت نماید. فیلسوف مشرق زمین علامه اقبال در وصف این کتاب و اینکه باطن انسان را این کتاب مصفا می سازد، چشم قلب او را بینا می سازد، فرموده است: راست گویم آنچه در دل مضمر است، این کتاب نیست چیزی دیگر است. چون به جان در رفت جان دیگر شود، جان چو دیگر شد جهان دیگر شود. مثل حق پنهان و هم پیداست این، زنده و پاینده و گویاست این. دوستان عزیز، چشم قلبتان همیشه صاحب بصیرت و روزگارتان پرفرح باد. خدا یارتان.